سلام و درود بچه ها، خوش اومدین به این بخش از بازی ما، یعنی مرحله 38م. سابسکرایب بچه ها به هیچ عنوان یادتون نره، به همون انرژی بدید تا بتونیم مراحل بیشتر و بهتر براتون بذاریم ویدیوهاشو و از ویدیوهای ما کمک بگیریم. خب اولین نشونه میم اینجا، دومین نشونه اینجا. خب اینو با هم دیگه ترکیبش میکنیم، برش میداریم برای این قسمت. محلول رو برداشتیم. خب بچه ها اینجا باید دقت کنید، ببین چند تا رنگ داریم: قرمز، سبز، آبی، صورتی و زرد. 5 تا رنگ داریم، باید هر کدوم شکلای توپی اینایی که بهمون داده رو باید پیداش کنیم. حالا توپیای قرمز ببینید 2 تا، سبز 1، آبی 4 تا. البته اینجا یک شی مخفی روی شانه آدم برفی بود، این میشه پس 4 تا. صورتیه 2 تا، چراغ‌های ماشین و زرد 6 تا. خب این قسمت باز شد تا این رمز رو پیدا کنیم. رمزم اینطوری پیدا میشه: 56 74. این خدایی آسون بود، خیلی راحت بود، خودمم به راحتی انجامش دادم. خب اینم از مرحله بعد. ممنونم تا اینجا با ما بودید. سابسکرایب فراموش نشه. تا دیدار دوباره، خدایا رو یاورتون.